فکر کردی احساس میکنی تارای موهات ضعیف شده، هر موقع فکر کردی که داره موهات ریزش پیدا میکنه، هر موقع از این احساسا کردی بیا این پست رو ببین. پس اول سیوش کن تا میخوام راز این معجون فوق العاده که برای موهات میتونی استفاده کنی و بهت بگم. ذخیرش کردی؟ خیلی خوب. درسته که من پیر نیستم، درسته که این دقیقاً کاری که با موهای من میکنه رو میتونه تو سن 80 سالگی هم بکنه. تو سن 80 سالگی هم من موهام همونقدر پرپشت باشه، ولی شما هم باید اینو بدونید. من به اندازه خودم اینو میدونم. ببینید من هر روز یک مقدار از اینا، حالا قبل از حمام بیشتر استفاده میکنم، به موهام میزنم و میذارم کف سرم، ساقه موهام، این جایی که قسمت هایی که بیشتر چرب میشه، از این استفاده میکنم. حالا این چیه؟ خیلی ساده است، خیلی ساده است، خیلی ساده است. هم موهاتون رو، چربی کف سرتون رو تنظیم میکنه، هم ریزشش رو قطع میکنه، هم موهاتون رو پرپشت میکنه. این چاییه. وقتی که چای رو بزنید به کف سرتون، بعدش برید حمام، تمام باکتری های کف سرتون رو از بین میبره، چربی کف سرتون رو کنترل میکنه و به شدت خوبه. من فاطمه هم که چند وقت پیش و چند ماه پیش درگیر ریزش موهای شدید و کم پشتی موهام بودم. الان این حجم موهای منو که دارید میبینید. اگر شما هم میخواید مثل من درمانتون رو انجام بدید و از ترفندهای خونگی هم لذت ببرید و استفاده کنید و یه موهای پرپشت داشته باشید، پیج موفیا یعنی مافیای مو رو حتما فالو کنید.